شاهد چندین مناقشه ها بودیم. یکی از آنها همین از قشلاق ما نظیرف شریف گفتنی شخص با فرزنداش دامادش از طرف قماندان حزب نهضت اسلامی رضوان صدیقov و قتل رسانده شده است. ما شاهد بودیم که روز 12 فوریه همین شخص ها را 12 فوریه سال 1993 از خانه شون بردند و در ناحیه کمسمال آباد نورآباد حاضره به قتل رساندند. و من امین گفتنی هستم که کارهای بسیاری ما در اینجا مشاهده کردیم، نه که از آن جمله جوانان را تاکید میکنیم که به همین کارها دست نزنند، به همین گروه ها همراه نشوند، احتیاط کنند خودشون خانوادهشون. ما گریزه شدیم چندین 3 بار به قلعه خم ما رفته اومدیم که فرزندامو عذاب کشیدن، خودمو عذاب کشیدیم. پدرمو اینوالید جنگ بزرگ وطنی در خانه قطع یک فرزند، او سمی رفتیم این سمی اومدیم. این بلا آفته که در اون سالا بود خدای تعالی برداشتش کنه، است دیگه هیچ فرزند آدم او را نبینه.